اینی که حسین فوت شد من ناراحت پشیمونم. حسین فوت شد اصلا خودم منو باورم نمیشه. این حسین فوش نمیداد، حسین اتفاقی براش نمیفت. حسین من فوش داد. فکر کن یه نفر دارن صدای تو رو میشنوه، میخواد داره عرض اندام کنه، میخواد چاقو دستش کنه، یا ما میخواید راه رو ادامه بده، چه حرفی براش داره؟ منو ببینه هر روز پسر خودت. خب دیگه ببینه، بکنه آینه عبرت خودش دیگه. عقل داشته باشه نمیکنه. ما مگه عقل داشتیم نمیکرد؟ وای این لقب داری؟ هیچ لقبی ندارم. خب ایران میگن من که لقب نداشتم که. اونی که نه این که لقب نیست. این که لقب نیست. لقب اونی که برای خودش بداره، خودش صدا کنه لقبشو. من فامیل دارم. داستان بودش هم ندارم، مردم میزنم. داستان این فیلمی که تو فضای مجازی بود، چند تاش خودت بودی، چند تا هم نشسته بودی صحبت نمی‌کردی؟ اون که چی بود اینا؟ اون که داستان مجازی که صحبت نمی‌کردم ربطی نداشت. چون تعهد داده بودی صحبت نکنی. آره صحبت نمی‌کنم، مشکل نداره. الان من یه جایی برم فیلم یکی بگیره، تو عروسی باشه، تو جشنی باشه، من که نمی‌تونم، من حرف ندارم. من دست خودمه که خودمو نگه دارم. مرغم بگی همسرت دوز نکن. من خودمو نگه دارم. اون اوایل اونی مقصرم که اونی آره اونا به خاطر اینکه اینو 5-6 سال پیش بود. دیدم آقا من رفتم پلیس فتا این ور اون ور، برای من این اینستاگرام مثلا این گوشی‌ها نداشتم که گوشیم ساده بود. تو مجازی برای من این پیج درست می‌کردم. هیچ کی مثلا پیگیر نبود که میرفتن مزاحم ناموس مردم میشن تو دایرکت و فلان بسار اینا. دیگه مجبور شدم من خودم در اومدم گفتم آقا برای من پیج درست نکن. خودم دفاع من اونجا هم میگفتم آقا برای من درست نکنید. چیکار کنم؟ من که رفتم گفتم آقا تو امنیت گفتم آقا برای من این پیج رو بخواید قانون اینا رو جمع کن دیگه. آقا چقدر وعید برادی حرف فکر کنم من پیج ندارم، این گوشی منه. خود ناراحته تیر خورده. خوردم دیگه الان یه 4 تا الان 7 تا خوردم. 7-8 تا خوردم. الان 7 بار پا تیر خورد. نه بابا خوردم. کلا 2 دفعه خوردم، 2 تاش زیاد زدم. یه سوالو پرسم، چرا رفتی زندان برگشتی یه جوری متنبه نشدی؟ این کارو نذاشتی که من گذاشتم که من دعوا نکردم از اون آزاد شدم. رفتم مهمون رفیقم. نه کلا قبلا چند بار رفتی دوباره برگشتی؟ اونی که برن شمشیر بکشه فلان کنه میگه آقا متنبه نشه. من رفتم نشستم پیش رفیقم، دعوتم کرده دیگه. رفیقم اونجا اومده به من فوش ناموس داره، دیگه چیکار کنم؟ منظورم اینه 82 مثلا رفتی تو مثلا ما بعد شما دیدیم مثلا 90 دوباره اون موقع سنی من نداشتم. الان عاقل بالغ شدم. یعنی الانم که خودم گذاشتم کنار، شر گردنمو گرفت دیگه. خود حسین طولایی بوده که قبلا داشتی کاری که قبلا کردی، چرا این آقا شر گردنشو نمیگیره؟ بله دیگه بالاخره آدم گذشتهش که بد باشه یه ذره زمان میبره تا درست شه. میشه میگم من باید زمان بهمون میداد، مولد میداد که اینجوری بشه. منم نمیخواستم، من فقط فکر درمان پام بودم. یه توصیه ما بکنی هر چی که میخوای بگی. من فقط میگم همه به هم دیگه احترام بذارن، حرمت هم دیگه بگن، کسی به کسی فحش نده. الان کسی بهت فحش بده چیکار میکنه؟ به قول خودت کسی بهت حرف بدی بزنه توهین میکنه چیکار میکنه؟ سرتو میندازی پایین رد میشی نشیده میگیری یا اونجا مست بودم؟ نه الان اونو کاری ندارم. الان عقلم سر جاشه، الان میفهمم. الان میگه آدم یه بار از یعنی مامنیش بخوره یه بار، ولی الان اتفاق افتاد بیارم دیگه. این چی الان چیکار میکنی؟ کسی یکی از اینجا یه حرف بدی بزنه اینجا نه کلا بیرون داری رد میشی شما با این یادتون نمیدونم. من فقط میگم آقا کسی به کسی فحش نده. یه کلام ارزششو داشت؟ ارزشش نداشت، اصلا نداشت. که یعنی خدا فقط به خانواده حسین صبر بده. خانواده‌اش داشتش به من رفیق بودن. من این خانواده بد ندیدم. من اصلا با حسین دشمنی نداشتم. نمیخواستم حسین اتفاقی براش بیفته. ولی سر یه از کوره در رفتن. از کوره دادن چون مست بودیم. عقلمون به اون فرمان نداد. نه من نه حسین. حسین اگه سالم بود فحش نمیداد. من اگر مشروع می‌خوردم نمیزدم حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. خب با توجه به خبری که به ما رسید در رابطه با
وقوع یک مورد قتل بلافاصله همکاران ما تو محل وقوع قتل در تهران، در یکی از نقاط تهران حاضر شدن و متاسفانه مشاهده کردن که یک جلسه‌ای که مربوط به یه تعداد از افراد سابقه دار هست، اینها در واقع در این جلسه که به مناسبت آزادسازی یا آزادی یکی از اشرار به نام و مطرح به نام وحید مرادی هست، این در واقع افراد در اون جلسه درگیر شدند و این فرد شرور و امروز شرور قاتل زده یک نفر از این افراد رو کشت، در واقع درگیر. کار ما از این لحظه شروع شد. البته من بگم ایشون چندین بار دستگیر شده و از سال 88 این آقای وحید مرادی مشغول شرارت است، مشغول خرید و فروش مواد مخدر و تقریبا توی موارد متعدد جرم و جنایت فعالیت داشته و بارها به زندان افتاده و بعد از اینکه در واقع این حادثه هم رخ داد و فردی به نام گودرزی به قتل میرسه، همکاران ما برای دستگیری ایشون کارشون رو شروع میکنن. ایشون هم با توجه به تجربیات زیادی که در بحث جرم و جنایت و شرارت داشته بلافاصله از تهران خارج و به سمت مرز حرکت میکنه و کار ما از اینجا آغاز شد. همکاران ما بلافاصله با رصدهای اطلاعاتی و کارآگاهان متبحر و توانمند پلیس آگاهی ما در واقع تقریبا به نقطه تردد و حضور ایشون وقوف پیدا کردن، در محل حضور پیدا کردن و ایشون با هماهنگی تعدادی از دوستانش که اونها هم اراذل او باشن و 2-3 نفر از کسانی که افراد رو به صورت قاچاق به خارج از کشور میبرن قصد خروج از کشور رو داشت از طریق یکی از مرزهای غربی که در واقع شبانه همکاران من در اون محل حاضر شدن و در یکی از روستاهای کوهستانی که حدوداً 500 متر با نقطه صفر مرز فاصله داشت مخفیگاهشون رو شناسایی کردن و قبل از اینکه در واقع اون نفرهایی که قرار بود این رو انتقال بدن و از مرز خارجش بکنن به در واقع در دام کاراگاهان پلیس تهران بزرگ گرفتار شد و کمتر از حدود 24 ساعت حدوداً در واقع الان تقریبا میشه بیش از 48 ساعت، ولی اون لحظه گرفتن حدود 24 ساعت در واقع تونستیم در نقطه صفر مرزشون رو دستگیر بکنیم و خودش هم به اصطلاح خودش در صحبتایی که داره میگه من باورم نمیشد این همه توانمندی و تبحر و در واقع سرعت عمل پلیس رو که بیان و در یک نقطه بسیار دور افتاده کوهستانی در یک روستا منو بتونم بگیرم. سعادت بجز اینکه خب اینا